اگر ماشین وقت وجود می داشت من آرزو داشتم که در عصر نانو تکنولوژی زندگی کنم که پورا انسانیت رو تکنولوژی اداره کنم. زمانی حاضره البته. برای چی؟ برای که همه شرایط ها مهیا هستن. خیلی بگم همه شرایط ها مهیا هستن. ما میتونیم که به همه گونه مقصدهای خود رسیم. در کدام وقت زمان؟ در وقتی شورایی نخواستم که باز یک بار دیگر زندگی کنم. تشکر. در این دوره حضوری، در این دوره استقلالیت، در دوره‌ای که باز آزادی است، هر کس میخواهد صاحب همه چیز شده میتواند است. این هم از نعمت استقلالیت میباشه. هر دور و زمان با خودش خاص امکانیت دارد برای مردم. من فکر میکنم که زمانی که من زندگی میکنم بسیار زمان آسایشته است. البته دوره شوروی دیگر بود، لیکن من در دوره شوروی هم زندگی کردم، زندگی خوب اثر گذراندم و امروز هم شکر میکنم که زندگی آسایشته به سر میبرم. ما عصر حضرت محمد باید برای چی؟ برای که دین اسلام سخت بود. همه مثال آدمی نماز و کار بار خودش بود. بازی مثال مثلا دیگه خیلی دیگه در وقتا زیناکاری خیلی کرونا بود. گاه هم با وقتی که کینوفیلم های عصر قدیم تماشا میکنم میخواستم در دوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زندگی میکرده باشم. میخواستم از حیات مردانی که از خود نام ماندن در تاجیکستان میخواستم با اونها هم صحبت شوم چون ژورنالیست هستم.